امیرحسین مقصودلو ملقب به تتلو که به علت شکایت‌های خصوصی در ترکیه بازداشت شده بود تحویل ایران و بلافاصله با دستور قضایی بازداشت شد. این خواننده در ایران هم شاکیانی دارد. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه اعلام کرد پلیس ترکیه تتلو را به پلیس ایران تحویل داد. دور پلیس نشستم منتظر این که ببرنم. بنابر اعلام قوه قضاییه شاکیان خصوصی این خواننده غیرمجاز شکایت‌های متعددی در دستگاه قضایی علیه وی ثبت کرده بودند. همچنین از اقدامات غیر اخلاقی این فرد سوء استفاده از نوجوانان زیر 18 سال در ترکیه است. نمونهش همین تصاویر که در روزهای اخیر در فضای مجازی منتشر شده. امیرحسین